سلام علیکم. ما این ویدیو را به خاطر بعض شخص هستن که میپرسن که فون بیزنس چیه، ما چی میگیریم، این فون بیزنس چی میفهمیم. ما این فون بیزنس دوام یعنی 35 سالی که من در تجارت زیاده 16 سال بیزنس کردم و حاضر ما در 7 برند، یعنی که داریم کافه داریم قرطوخونه داریم، فاست فود داریم، در تاشکند در ازبکستان دام ساختیم و یک پارک داریم در خوجند و سوپرمارکت داریم. یک برند کنمچکی فرانشیزه مثال خریداری کردیم در تاجیکستان. حاضر فابریکه کوخنیا ساختیم و این اکادمی هم ساختیم. بگیم که فرانشیزه 10 میلیون گرفتیم ابرزوان در مثال گذاشتیم. یعنی که همین نشانه است که ما امروز میسیا و مقصد ما همین راهی که گذاشتیم ای پرکتیکا تو تئوری که مثال دامی 6-7 سال که خونده سیم ای تمام استادا و ای تمام اکادمی که خوندیم میخواهیم همین فرمول بیزنس متدی که ساختم هم ای تئوری و هم ای پرکتیکا. یعنی که امیر ما با دو قسمت جدا کردیم. یکم قسمت میسیای، ویدنیای، استراتژیای، цели، планай، задача. یعنی که من نامگذاری کردم MVC6. یعنی که به هر یک شخص میسیا در کاره. اگر ما میسیا حیاتی ما ندونیم تامی حیات نمیدونیم برای چی اومده ایم، چی در کاره مودا، یعنی که مقصد اومدن ما چیه. یعنی که شما در کورس فول میجز طرز درستی میسیا نمیفهمین چیه. بعد ویدنیا، یعنی که ویدنیا نگاهی ما باید 1 سال یا 2 سال پس در کجا میرسیم باید ما طرز درست مدیتاسیون را یاد میگیریم و بعدا استراتژی اگر ما استراتژی حیاتی باشه یعنی حیاتی گذشته را باید ما آنالیز کنیم که کجا در خطاها بود، کجا در اون ناراحتی ها بود و چخیل کنیم که همین خطاها و ناراحتی امر آینده ما در نیا ما خوشبخت موفق زندگی کنیم. یعنی استراتژی حیاتی میشود و استراتژی میشود برای تجارت. یعنی برای تجارت چند کانکور باید ما آنالیز کنیم که بعدا با ما یک پلان پیدا میشه که تجارتمون رو بالا بریم. همین 6 MVC6 برای هر یک شخصیت در کاره. بعد با 6 تا دیگه بگیم که بعد در هفتمش کمانده برای زبانی است، نایم ادپتاسیون است، فینانس بوغالتری است، اتوماتیزاسیون است، مارکتینگ پرنداش است. بعد مشتبیر بینید. یعنی مقصد در کمانده برای زبان شما میفهمید چخیل طرز درستی ابیالین دادن، چخیل سابسینگ زارنه بایگان کارگر، چه تست کنیم که کارگر پسیکولوژی تست ما و شما مثلا بگیم همون تست نمیتونیم که شما چه همون پسیکولوژی همون دام فهمیم که در بگیم جمع کردن که ما خطا نکنیم. بعدا فینانس چیه، بوغالتری چیه، بوغالتری پروشلیه یعنی گذشته و حاضر امروزه. فینانس چی ای پروشل بگیم آنالیز میکنیم آینده را چه پیشکی ما نقشه گذاری کنیم که فایده ما زیاد شود، چه نقشه گذاری کنیم که خطا نکنیم. یعنی که فینانس میفهمین و بوغالتری و مارکتینگ پروداکت. یعنی بگیم که شما در کدام کلاس خدمت رسانی کردین، مارکتینگ شما چه برند بوک کنین، چه طرز درستی نامگذاری یا مو تجارتتون کنین. یعنی که بگیم چه امو SML چه تارگت سرتین، چه امو یک ویدیوهای کنین برای همون ویدیوهاتون برای لیستینگ بلاگ کدام وقت برای شما در کاره و پروداکت را چقدر زیاد کنیم، کدام راه قدم میتونیم که پروداکت را زیاد کنیم که ان شاء الله تمام تجارت‌های ما اوزی همه ای پروداکت و ای وای تنقیصی ان شاء الله که نداریم. با اون خاطر همه راههای طرز درستی پروداکت طرز درست مارکتینگ میفهمیم. بعدا مشتبریم در مشتبرونی بعدی که تجارت مثلا ما کماند را داریم نایما یاد گرفتیم و کدام وقت ما یعنی که در مشتبریم با ما اینوستر چخل جلب کنیم یا تجارت چخل با شریک دیم تا چقدر شویم. مثلا کدام مدل قدیمو میتونیم تجارتمون کلان کنیم، کدام وقت ما میتونیم که در دیگه دولت بگیم تجارتمون داریم. یعنی شما در اینجا علمی میگیرین که طرز درستی میسره یافتم، طرز درستی ویدیو نمیفهمه، طرز درستی کمانده ابرزوان نمیفهمین. یعنی که همین ما هر هفته یک روز درس میگذاریم بالای ای با ما 8 ساعت بگیم کنسولتاسیون دارم که آنلاین شما اگه جای باشین میتونید با ویدیو یا با تلفن یا با واتساپ یا با تلگرام یا با زوم با تجارت شما بگیم یک با یک صحبت میکنیم با شما بگیم با 8 ساعت دیگه در دوام همین 2 ماه کنسولتاسیون میتونیم. ایش هم در دوران همین باید میداره بالای ای شما
یک گروپ داریم که در اینجا کوراتورای ما شما را در یک هفته 2 باری دیگه قطعی شما در تماسن با ما همه اون سلاید ها و همه اون انفارماسیون و چکلیست ها و شردام را در همون گروپ هم میپرتویم. شما هم سلاید ها را میتونید استفاده برین در کماند خودتون. همون درسی که ما میگذاریم هر یک مدول مثلا ما بگیم درس میسشید ما سلاید میسر میپرتویم شما میتونید همون خشت و اکا و دودار یا کماند اختون قطعی همون درس ها گذارین. بعد اگه گذاشتیم بختون خوبتر میفهمید. گوش کردن 30% میفهمید، بعد فهموندی بگیم که 70% میفهمید. یعنی که ما همون سلاید ها و همون انفارماسیون را در همون گروپ هایی که 30 نفر در یک گروپ هم 30 نفر میگیریم. در همون 30 نفر ما میپرتویم. شما میتونید که همون سلاید را با در خونه رفته در وقت همون وظیفه داده شده را اجرا میکنین، تکرار میکنین. بالای این شما در یک گروپ هایی که 30 نفر تجارتگر، یعنی که باید هر یک 5 سال پس استاد ما سال تاکید میکنن که اکوژن دیگه کنیم. من بعد خوندن اثر کردم اکوژن ما بگیم او پردیارا و شریکا و بگیم همون گرد دوستای ما دیگه شدن. همون خودی شما دوستای نو پیدا میکنید. همین در ممکنه همون شریک پیدا کنید. یعنی که برای یک بالا رفتن شما باید همون کروگ اپشنتون دیگر میکنید. من خودی مرحمت همین فورمولا بیزنس ما باوری دارم که همین فورمولا بیزنس شما اگر همون وظیفه را و سر وقت میتونید سوال در گروپ میتونید سوال بتین. در گروپ ما هم هستم با وقت شده سوالاتون جواب میتم. اگر یگون بگیم یگون سوال شخصی اویلوی یگون وای هم هست در 8 ساعتی بگیم کنسولتاسیون که رایگان بگیم بونوس شده اگر در همین کورس فورمولا بیزنس شما میتونید که درباره همون که ما ای تربیت فرزند یعنی که قسمت اویلوی هم بگیم رفته بگیم علم گرفتگی من میتونم که همون قسمتی و بگیم اویلوی شما هم یگون کمک یگون علمی و یگون راهنمایی کنیم که شما راحت تجارتتون پیش برین. مرحمت به یگون دودیلگی ما انشالله با در اینجا یک گارانتی هم داریم که اگر شما دام 1 هفته یا 2 هفته اگر شما دیدید که همین کورس رو فهمیش ندارید، دیدید که همین بسیار با شما مشکل و شما نمیتونید همیاره بگیم که مثلا فهمیده شما میتونید که مراجعت کنید با منیجر ما میتونید همون مبلغی بگیم باقی مونده همون درس با شما برگردونیم. شما یا وقت معین ممکنه که یا تغییری میبینید. یعنی که ما گارانتی داریم که شما اگر همین کورس اگر یگون دوام 1 هفته یا 2 هفته دیدین که همین برای شما نیست شما میتونید که مبلغتون وزارت گیرید. در یگون جو من ندیدم تویم زده که یکم گارانتی باشه وزارت کنم. بعد دیدیم که سلایدایی که ما میگذاریم این متدی که هست که ما امیاره به شما میتونیم شما تکرار در خونه با هر روز 1 ساعت وقت جدا کرده خونین 1 هفته تا 1 روز وقت جدا میکنید بیاین 5-6 ساعت درباره همین هر یک مدول همین 12 تا مدل گفتیم درباره همین ان شاء الله معلومات میگیرید.